چند سال پیش وقتی دانشجو بودم یک کلاس داشتیم که در مورد افسانه شناسی و اسطوره شناسی و اینجور چیزا بود. دقیقاً یادم نمیاد اسم کلاس چی بود. من با این کلاسا خیلی حال میکردم چون به نظرم واقعاً رازآلود بودن. این کلاسو با یکی از دوستام تیم برداشته بودم. استاد ما رو به یه اردوی علمی به یک روستای متروک با گذشته‌ای نامعلوم برد. این روستا تو اوایل دهه 1900 ساخته شد، اما به نظر میرسه بلافاصله پس از ساخته شدن به سرعت متروکه شده بود. حدود 2 ساعتی با اتوبوس تو راه بودیم. هممون از پنجره اتوبوس به بیرون خیره شده بودیم و به جاده‌های عجیب و فرسوده که از دل جنگل‌های انبوه عبور می‌کردن نگاه می‌کردیم. بالاخره رسیدیم. وارد محوطه‌ای شدیم که پر از علف بود. علف‌هایی که تقریباً تا زانو بلند بودن. بعدش ساختمونا بودن. ساختمون‌های بلند آجری و چوبی قدیمی با پنجره‌های تخته‌ای، همه باعث ایجاد حس ترس تو دل آدم می‌شدن. استاد تمام 20 نفرمون رو فرا خوند و تعدادمون رو شمرد و بعد شروع به پیشروی کردیم. هدف از این اردوی علمی کوچیک استفاده از مهارت‌هایی بود که تو کلاس یاد گرفته بودیم تا ببینیم آیا میتونیم در مورد اینکه چرا روستا مدت‌ها قبل متروکه شده بود اطلاعاتی جمع کنیم یا نه. بعضی از ساختمان‌ها سوراخ‌هایی تو دیوار داشتن تا راه‌های ورود رو تأمین کنن. حتی تو کنار بعضی از ساختمان‌ها سوراخ‌هایی تو زمین وجود داشت که به نظر می‌رسید برای ورود به زیرزمین حفر شده بودن. یه ساختمون اونجا بود که بلندتر از هر ساختمون دیگه‌ای بود و بیشتر از همه منو شیفته خودش می‌کرد. در حالی که استاد گروه رو به سمت کلیسای روستا می‌برد، من و تیم تصمیم گرفتیم دزدکی از گروه جدا شیم و داخل اون ساختمون بلند بریم. وقتی به سمتش رفتیم سوراخی رو تو زمین دیدیم که تو قسمت پشتی ساختمون حفر شده بود و روش رو پوشونده بودن. توی اون گودال نردبونی وجود داشت که به یک کف بتونی منتهی میشد. هر دو به هم نگاه کردیم و میدونستیم که باید انجامش بدیم. اول تیم پایین رفت و بعد من. وقتی پایین رسیدیم چراغ قوه گوشی رو روشن کردیم. اون پایین وحشتناک بود. چند بطری آبجو، یه اعلامیه روی دیوار و تخته‌های چوبی فرسوده همه جا وجود داشت. یه پله چوبی اونجا بود که به سمت بالا و تاریکی مطلق منتهی میشد. دلیل تاریکی هم این بود که همه پنجره‌ها و درها از بالا مسدود شده بودن. تا همونجاش هم دل و جرأت به خرج داده بودیم، پس باید تا آخرش میرفتیم. من اول رفتم و هر قدمی که روی اون پله‌های چوبی 100 ساله میذاشتم جوری صدا میداد که دلم هوری میریخت. تیمم دنبالم اومد. تو این طبقه از ساختمون چندین اتاق کوچیک وجود داشت. اونجا انقدر تاریک بود که حتی نمیتونستی حدس بزنی الان روزه. من و تیم حسابی ترسیده بودیم و توافق کردیم سریع برگردیم. اما تو همون لحظه یه صدایی از یکی از اتاقا اومد. انگار یه سنگ بزرگ محکم به کف بتونی برخورد کرد. شاید غریزه طبیعی آدم تو اون شرایط فرار باشه، ولی من و تیم سر جامون خشکمون زد و بعد از چند لحظه سمت ورودی اون اتاق رفتیم. چراغ قوه رو به داخل اتاق تابوندیم و فرار کردیم. سریع از پله‌ها پایین رفتیم و از نردبون زنگ زده زدیم بیرون. نفس نفس زنان سمت گروه رفتیم. یکی از همکلاسیامون حال و روزمون رو که دید پرسید چیزی شده؟ بهش گفتیم که داخل یکی از اون ساختمون‌های متروکه بودیم و تو یکی از اتاقا وقتی نور رو به داخل اتاق تابوندیم دیدیم 3 نفر شاید با قد حدود 3 متر اونورتر ایستادن، دقیقاً با یه حالت عجیبی رخ به رخ من و تیم، انگار منتظرمون بودن. همونطور که همراه گروه میرفتیم توجهمون از دور به همون ساختمون بلندی بود که چند دقیقه پیش توش بودیم و قبل از اینکه اون روستای متروک رو ترک کنیم چهره یکی رو تو آخرین طبقه پشت پنجره‌ای که مسدود نبود دیدیم. از ترس اینکه به درد سر بیفتیم به استاد چیزی نگفتیم. واقعا اونا کی بودن؟ چند تا آدم بی خانمان که اونجا زندگی میکردن؟ شاید اعضای یه باند بودن و مخفی شده بودن. تیم با نظریه خودش منو حسابی ترسوند. اون گفت اونا روح افرادی بودن که روزگاری تو این شهر زندگی میکردن. هنوز اون لحظه‌ای که اون 3 نفر با شمایلی عجیب اونجا ایستاده بودن و به ما خیره شده بودن هنوزم نمیتونم اون تصویر رو از ذهنم خارج کنم.
ممکنه یه روزی دوباره به اون روستا برگردم، فقط به این خاطر که ثابت کنم نظر تیم اشتباست. قرنطینه و فاصله اجتماعی منو دوستامو روانی کرده بود. پس واسه این که سرمون یه هوایی بخوره و یه هیجانی رو تجربه کنیم، تصمیم گرفتیم از یه خونه متروکه تو مزرعه‌ای که تو انتهای جاده قرار داشت بازدید کنیم. من و 2 از دوستام، سامان و کاوه. سامان سوارمون کرد. فقط 10 دقیقه با ماشین راه بود. بیشتر مردم منطقه‌مون حداقل یه بار از کنار این مکان عبور کردن و اون مزرعه و ملک متروکه رو به خوبی میشناسن. ورود به اونجا آسون بود. ما فقط یه پنجره رو شکستیم و واردش شدیم. مکان خیلی قدیمی بود و ذرات گرد و غبار رو تو پرتوهای نور چراغ قوه‌هامون می‌دیدیم که همه جا شناورن. چیزی که بیشتر به چشم میومد کمبود اسباب اساسیه و کف خراب اونجا بود. حتی اگه اونجا متروکه هم بود، بازم باید یه چیزایی توش می بود، اما انگار مردم قبلا غارتش کرده بودن. ما 3 نفر شروع کردیم به گشتن قسمت‌های مختلف و هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که کاوه خیلی آروم به سمتمون برگشت و زیر لب گفت که از تو یکی از اتاقا صدای چیزی یا کسی رو شنیده و اون اتاقو با دست نشونمون داد. خودش قبول نکرد دوباره بیاد اون سمت. من و سامان بهش خندیدیم و گفتیم یا اینکه مثل دخترها ترسیدی یا داری دستمون میندازی. اما اون قسم خورد که دروغ نمیگه. گفت چرا باید تو این خونه متروکه تاریک قدیمی بخوام دروغ بگم و شماها رو بترسونم؟ من و سامان بی سر و صدا به سمت اتاقی بهش اشاره کرده بود رفتیم. فهمیدیم که اون اتاق کوچیک دارای یه راهپله 2 طرفه است. یه طرفش به سمت بالا میره و اون سمت به زیر زمین. اما وقتی به پله‌های زیر زمین نزدیک شدم، فهمیدم بیشتر پله‌ها فرو ریختن و یه سوراخ بزرگ تو کف ایجاد شده. سامان شیرم کرد تا به زیر زمین نگاه بندازم. منم جلوتر رفتم و مطمئناً از اونجا صدایی شنیدم. صدای ترسناکی بود که هر 2 ثانیه تکرار میشد. سمت سامان برگشتم و گفتم تو هم میشنوی؟ سرش رو تکون داد و آروم گفت برو پایین یه نگاه بنداز. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم گوره باباش، تا جایی که پله داره میرم پایین. نور چراغ قوه رو از تو سوراخ به داخل زیرزمین تابوندم. اول جز کف بتونی زیرزمین و چند تیکه چوب پوسیده چیزی ندیدم، اما بعد که رو زانوهام نشستم تا نگاه بهتری بندازم صدایی شنیدم. دستم چرخید به همون سمتی که صدا می اومد و پیرزنی رو دیدم که با موهای بلند خاکستری روی صندلی گهواره‌ای نشسته بود. اون با یه لبخند بیروح به من نگاه میکرد. دیگه حالم دست خودم نبود. چراغ قوه از دستم افتاد. با تمام وجود فریاد کشیدم و سمت دوستام دویدم. کاوه از خونه بیرون رفته بود و تو ماشین منتظر بود. من و سامان به ماشین رسیدیم و من تمام مدت سرش داد میزدم که بجنب. وقتی از اونجا خارج شدیم کمی حالم بهتر شد. سامانم اون صدا رو شنیده بود، اما اون چیزی که من دیده بودم رو هرگز ندیده بود. عجیب بود، غریب بود، وحشتناک بود، منطقی نبود. چرا پیرزن اونجا بود؟ اصلا وقتی همه پله‌ها خراب شده بودن چطوری به اونجا رسیده بود؟ همه این سوالهای بی‌پاسخ وحشتناکتر میشن وقتی به یاد میاریم که مزرعه سالهاست که متروکه است. تو محوطه دانشگاهی که درس میخونم 2 خوابگاه متروکه وجود داره. اونجوری که شنیدم اونا 15 سال پیش تعطیل شدن و البته دلیلش رو نمیدونم چرا. به هر حال الان متروکن. شایعه شده بود که قراره بازسازی بشن، اما بعید میدونم همچین اتفاقی بیفته. همینطور شایعه شده که این 2 ساختمون جن زده هستن. پنجره‌های این 2 خوابگاه رو مسدود کردن تا از ورود دانشجوها به داخلش جلوگیری کنن. از اونجایی که خودم رو یه فرد شجاع میدونم و کسی که هیچ وقت از چیزی نترسیدم، تصمیم گرفتم وارد ساختمون بشم و نگاهی به دور و برش بندازم. برنامه‌م این شد که یه لباس تمام سیاه بپوشم تا دیده نشم. اخیراً امنیت دانشگاه کمی شدیدتر شده بود، اما مهم نبود، مشکلی واسم ایجاد نمیشد. از جزئیات چشم‌پوشی میکنم و اصل داستان رو میگم.
به هر زحمتی بود از پنجره طبقه اول وارد یکی از اون ساختمونا شدم. چراغ قوه گوشیم رو روشن کردم و خودم رو توی اتاق خالی خوابگاه دیدم. یکی از شایعات این بود که زیرزمین اونجا جن زده است. واسه همین تصمیم گرفتم اول از همه اونجا برم. اونقدر مغرور بودم که فکر میکردم هیچ وقت چیزی واسه ترسوندنم وجود نداره. اما صادقانه بگم اون یه ساختمون تاریک و قدیمی بود و فضاش بوی عجیبی میداد. واسه همین کمی ترسیده بودم و فکر میکردم هر لحظه ممکنه روحی، جنی چیزی ببینم. باتری گوشیم به خاطر چراغ قوه کم کم داشت خالی میشد. واسه همین مجبور شدم خیلی محتاطانه ازش استفاده کنم. برسیم به زیرزمین. هیچ روح یا جنی اونجا نبود، یا حداقل من چیزی نمیدیدم. اما اتفاقات عجیب از همونجا شروع شدن. بذارید لحظه به لحظه بهتون بگم چی شد. با احتیاط از پله ها پایین رفتم. در زیرزمین رو باز کردم و به یه اتاق کاملا معمولی قدم گذاشتم. اگرچه اتاق کمی سردتر و با کمی چسبناکتر بود، غیر این همه چی کاملا عادی بود. چراغ قوه رو به دیوار روبرو گرفتم و اونجا در دیگه ای بود. فکر کردم احتمالاً یه اتاق لباسشوییه. گفتم واردش میشم و یه نگاهی به اطرافش میندازم و بعد قبل اینکه خودم رو خیس کنم از اینجا خارج میشم. درشو باز کردم. اتاق لباسشویی نبود. اونجا دستگاه‌هایی وجود داشت که اصلاً تو عمرم ندیده بودمشون و عجیبتر این که اصلاً کهنه و خاک گرفته نبودن. انگار مدام ازشون استفاده میشد. با سرعت از همون راهی که اومده بودم برگشتم. حتی یه مکث کوتاه هم نکردم تا به خوابگاه خودم رسیدم. حالم بد بود. وحشت کرده بودم. تو رخت خوابم بودم ولی همش فکرم مشغول بود و خوابم نمی برد. یعنی اونجا چه کارایی میکردن؟ اونا دستگاه‌های جاسوسی بودن؟ یعنی کسی منو ندیده بود؟ اگه اونجا دوربین باشه چی؟ یعنی الان جونم تو خطره؟ تو همین فکرها بودم که بالاخره خوابم برد. روز بعدش دانشگاه رو ترک کردم و به شهر خودمون برگشتم. یک هفته خونه بودم تا آبا از آسیاب بیفته و البته همیشه تو هول و ولا بودم. بعد از اینکه کمی خیالم راحت شد که خطری تهدیدم نمیکنه به دانشگاه برگشتم، ولی عمرن دیگه پامو تو اون خوابگاه‌های متروکه نمیذارم. الان میفهمم اینکه شایعه کرده بودن اون ساختمونا جن زده هستن دلیلش چی بوده.